عزیزان سلام، وقت بخیر. با آموزش نصب برنامه یوفد 768 در خدمتتون هستیم. نکاتی که برای نصب این برنامه باید در نظر بگیرین، یک مورد اینه که حتما دیفندر ویندوزتون رو یا کامل غیر فعال کنین یا محل نصب برنامه رو قرنطینه کنین داخل دیفندر ویندوزتون و دسترسی اینترنت به برنامه رو هم حتما ببندین از طریق فایل بلاک هاستی که خدمتتون ارائه میکنیم. همچنین بهتره که ویندوز 10 استفاده کنید برای برنامه یوفد، چون پایدارتره و کمتر مشکل پیدا میکنه و ویندوز پیشنهادی ما هم ویندوز 10 22H2 با بیلد نامبری که توی تصویر میبینید. همچنین شما عزیزان میتونید داخل کانال ایران فارنزیک موبایل عضو بشین و از تازه و اخبار فارنزیک موبایل مطلع بشین. برای غیر فعال کردن کامل دیفندر ویندوز ما از برنامه‌ای که توی تصویر می‌بینید استفاده کردم و عدد 8 رو زدیم که به صورت کامل دیفندرمون غیر فعال بشه. همچنین از برنامه دیفندر کنترل هم برای غیر فعال کردن دیفندر میتونید استفاده کنین. چون برنامه به صورت کرک هست، دیفندر ویندوز ممکنه خراب کنه فایل‌های نصبی رو و من ترجیح میدم که کامل غیر فعالش کنم دیفندر رو. برای غیر فعال کردن دسترسی اینترنت به برنامه هم فایل بلاکاست رو ران از ادمین کنین. برنامه یوفد ستاپش 3 تا پارت داره و اکسترکتش بکنین و فایل نصبیش رو نصب کنین. برای دریافت فایل های مورد نیاز برای نصب یوفد میتونین تلگرام پیام بدین @mgsm1992 و مراحل نصب رو اجازه بدین به صورت کامل انجام بشه. همچنین برای دریافت آموزش‌های رایگان و کاربردی کانال یوتیوب تلکام مهرابی رو هم میتونین دنبال کنین. دوستان عزیز همچنین میتونید برای آموزش 0 تا 100 و کامل فارنزیک موبایل، حذف رم و استخراج اطلاعات و همه مواردی که مربوط به فارنزیک موبایل هست در دوره ایران فارنزیک ما هم شرکت کنید و از طریق تلگرام @mgsm1992 اطلاعات و مواردی که توی دوره ارائه میدیم خدمتتون و سرفصل‌ها رو و هزینه‌اش رو دریافت کنید. پس از پایان نصب ستاپ برنامه، فایل کرک رو بدون اینکه اکسترکت کنین هرچی داخلش هست محتویاتش رو به محل نصب منتقل کنین و سپس فایل اینر لودر رو اجرا کنین تا هاردور ایدی سیستمتون کپی بشه داخل کلیپ بورد و هاردور ایدی رو برای ما بفرستین تا لایسنس هدیه‌تون رو تحویل بگیرین. مواردی که در دوره ایران فارنزیک ارائه میشه خدمت شما عزیزان: حذف رم بدون حذف اطلاعات تمام مدل های ساپورت شده، استخراج اطلاعات از گوشی های روی آرم، مشکل هارد، مشکل LCD و غیره هست و برای دریافت جزئیاتش میتونید تلگرام پیام بدین و با بهترین هزینه و قیمت این دوره رو تهیه کنین و حرفه‌ای بشین و آموزش ببینین. بعد از اجرای فایل اینر لودر از محل نصب، هاردور ایدی سیستمتون توی کلیپ بورد کپی میشه که منتقلش بکنید به فایل تکست و برای ما بفرستین تلگرام تا لایسنستون رو ارائه بدیم خدمتتون و سپس لایسنس که میفرستیم براتون رو توی محل نصب بریزین و برنامه رو به صورت کامل اجرا کنین. موفق باشین.